اگه برمیگشتم به قبل از مهاجرت و دوباره می‌خواستم زبان آلمانی بخونم، این سه تا کارو حتما انجام میدادم. انگار میافتادم توی دوی ماراتون و سرعت یادگیریم چندین برابر می‌شد. اول اینکه کلمات موضوع رو یاد بگیر و توی محیط‌های مختلف ازش استفاده بکنی. یعنی چی؟ اگه سطح A1 یا A2 کتابی که داری می‌خونی هر درس داره در مورد موضوعات مختلف صحبت میشه، کلمات هر چی سادن به نظرتون رو یاد بگیر. میری سوپرمارکت، موقع رانندگی، توی یخچال، توی آپوتک، توی داروخونه، کلماتو استفاده بکن. دومین مورد، ببین انقدر توی چنل های تلگرامی و کانال های یوتیوبی چنبره نزن. اگر که داری با یک استاد خوب زبان آلمانی شروع میکنی، به همون اعتماد کن و باهاش پیش برو. خودخوان خوندن، روش های آموزشی مختلف و امتحان کردن سرعت خودتو کند میکنه. سومین مورد، اگه که سطح B1 رو فکر میکنی نمیتونی پرفکت صحبت بکنی و همش نگران و مضطربی، ببین فقط احساس تو نیست. میتونم بگم بالای 90% این پیمو بهم میدم، من خودم هم اینجوری بودم. مهم اینه که درجا نزنی، به تمرینات ادامه بدی. یک چیزی که خیلی هم کمک میکنه پادکست گوش دادن موضوعی